سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من تاپ هستم، امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. آقا امروز اومدم یه فایلیه که کمک به هدشاتتون میکنه، مثلا مثل یه ایمبات. تقریبا نمیشه گفت ایمبات، ولی در حد 40-50% تو هدشات بهتون کمک میکنه. هیچ بنی هم نداره. خودم خیلی وقت دارم استفاده میکنم، تستش هم بهتون نشون، آموزشش هم برات میذارم. بعد حتما ما رو حمایت کنید، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. برای دانلود این فایل خوشگلم باید تو تلگراممون جوین بدید. فایل هم هیچ رمزی نداره، برای راحتی خودتون. بریم سراغ ویدیو. خب بچه یه ترنینگ اسم میکنیم که بهتون نشون بدم در چه حد، مثلا چی جوری فایلش و این داستانا. بعد آموزششو آره دیگه چند تا گانه از این میگیریم. نه کلا هد میخوره، نه کلا وست میخوره دیگه. خیلی عادیه. دیزرتاش اگه بخوام بهتون نشون بدم اینجوریه دیگه. یکم با دیزرتاش تمرین کنین کلا هد دیگه. هیچ بنی هم نداره، میبینین دیگه. ببین اکان هد دادم، اینا فول هد. تمرین فقط خواد شاد کنم که فول هد. خب این از تستش بود. ببین دیگه موبایلم دیگه انقدر هد اوکی دیگه. خداییش خیلی هم به این فایل خیلی تو این هد تاثیر داره. 50% تاثیر این فایل است. خب بریم برای تستشو که براتون انجام دادم دیگه. تستش رو انجام دادم. بریم برای آموزششو. برای آموزش به چه چیزایی نیاز دارین و خیلی راحته دیگه. خب بریم سراغ آموزش. جا برای فعال کردن این فایل خیلی خفن نیاز به یه برنامه دارین، زد آرچیور، و یه فایلی که من براتون میذارم. این فایل رو کپی میکنید، این فایل رو تو تلگرام جوین بدید و دانلود کنید. هیچ رمزی هم نداره. اگه هم رمزی داشته باشه تو تلگرام براتون مینویسم دیگه. میریم تو اندروید دیتا، بریم پایین پوشه فری فایر رو پیدا میکنیم. از اینکه پیدا کردیم میریم فایل. اینجا رو این گزینه که روش نگه میزنید، اینو همینجا پیست میکنینش. بعد خودش میره، یعنی دفعه بعدی که بگین دیگه این فایل اینجا نیست، خودش رفته تو جایی که براش مشخص شده. بعد اینو میایم بیرون میبندینش دیگه. الان اینجا به صورت کامل تو فعال شده، همونطوری هد میخوره دیگه. بعد اینکه این فایل بند نداره، من یه فایل دیگه هم دارم از این فایل خفن که اون فایل اصلا از آپدیت قبل تا این آپدیت کلا فعاله، ولی این فایل فقط واسه همین آپدیته. ولی اون فایل فکر کنم واسه کل آپدیت جواب بده. اگه حمایتتون زیاد باشه، لایکاتون زیاد باشه، تو کامنت ها بهم ایده هم بدین. اگه اون فایل هم خواستین، اون فایل یکم بهتره. اونم اصلا کلا فایلی که من میذارم بند نداره. آره دیگه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. برای حمایت کردن از ما میتونید ما رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید برای ایده گرفتن. دمتون گرم. خداحافظ.